اول تیر 1404 بنده به اتفاق اسقر آقا همدی یواش یواش با موتور را افتادیم اومدیم، گفتیم چیکار کنیم؟ دم غروب بریم میدان شهیات معروف به آزادی. در واقع آزادی نبود، میدان گرفتاری بود ولی خب به هر شکل این هم برگ سبزی از تاریخ کشور ما بود که باید تجربهش میکردیم. تجربیاتش ارزشمنده، نکته مهمیه. ما نیاز داشتیم که این مرحله رو یک بار طی کنیم. اگرچه نسل‌هایی حداقل 2-3 نسل جوانیشون به هدر رفت به لحاظاتی، ولی به نظر من برای آیندگان میارزید. بعضی وقتها بعضی‌ها بخشی از زندگیشون تباه میشه، به مسیر اشتباهی میفته تا درس عبرتی باشه برای آیندگان. چرا که علم، تجربه، آگاهی اینا همه از مسیر خطا و اشتباه میگذره و این یک واقعیت تلخیه که ما در این دنیا باش مواجهیم. بنده و اسقر آقا هر دو در جنگ به دنیا آمدیم، ایشون ابتدای جنگ، من وسط جنگ، و با پوست و گوشت و استخون و رگ و پیمون این موضوع رو چشیدیم. شاید این فیلم برای آیندگان باقی بمونه و اونها ما رو ببینن، این صحبتی که ما داریم میکنیم و بشنون. یادتون باشه که آزموده رو آزمودن خطاست. شما درست زندگی کنید بر حسب این زمینه‌ای که ما براتون چیدیم. شاید این زمینه‌ای که چیدیم خیلی جالب نباشه، بعدها در تاریخ ازش به بدی یاد بشه، یا از ماها که در این دوره زندگی کردیم هم به عنوان مردمانی احیانا ساده، نادان که مرتکب اشتباهات بزرگ شدن نام ببرن در تواریخ. ولی اینها همه انجام شد تا شما در آینده زندگی راحت‌تر و درست‌تری داشته باشید. من از سال 1404 تابستان تیر ماه با شما صحبت میکنم. نمیدونم در چه مقطعی از تاریخ در آینده این فیلم رو اشخاص خواهند دید.